در زندگی چیزهایی است که به قدر زیبا و ظریف که اگر لحظه این مکس نکنیم از کنارشان عبور خواهیم کرد. گاهی در میان روزمرگی ها استادهایی هایی است که مثل سنگ های خام زیر غبار پنهان ماندند. دنیای ما بدون هدف بی‌معنی است و به خاطر داشتن انگیزه همیشه دلیل نیاز است برای استمرار. همانطور که لعل بدون تراش هم زیباست و دیدنی، ما نیز لعل‌های نتراشیده‌ای هستیم که به انگیزه‌ای برای درخشش نیاز داریم. ما اینجا یک گروهی از جنس گوهر تراش نشده پر از غبار در مسیر صیقل شدن هستیم. همون جایی که چیزی از آینده نمیدانیم اما یک نوری در دل لعل روشن است. لعلیاس یک اسم نیست، بیان حال لعل‌های استوار و نورانی اند که غبار پوشیده روی خود را با دست خود پاک کردند و خودشان و مسیر خود را ساختند. اینجا از همین آدم ها میشنویم، میگوییم آدمایی از جنس خود ما، همانایی که معروف و روی زبان نیستند اما لبریز از حرفایی نگفتند. اینجا از موفقیت تعریف نمی کنیم، اینجا از مسیر میگیم. نشوار و کلیشه که همیشه بیان شدن و عملی از اونها ندیدیم. و تمام این مسیر را با هم در کنار هم پیش میبریم. با وجود تمام تاریکی‌ها، دردها، زخم‌ها، غبارهای سنگینی که بر روی دوش‌های همه ما بوده و اما ادامه دادنها هست. اینجا کنار هم رشد خواهیم کرد و با تمام تلاش‌های پیش روی لعل درخشان خواهیم بود. من در لعلیاس میزبان همه شماهایی هستم که روزی ساختند و میسازند و من باور دارم با شنیدن و دیدن این گفتگوها حال دلتان خوب خواهد شد. شاید حرکت شود برای رها شدن از آنچه در ذهنهای ما میگذرد. اینجا در لعلیاس ما تصمیم گرفتیم همین یادآوری باشیم. لعلیاس یک راه است، راهی برای دیدن دوباره، برای زنده کردن نوری که پنهان مانده. لعلیاس خوش آمدید، جایی که داستانها دوباره نفس میکشند، نورهایی که میتابند، لعلهایی که زمان صیقلشان رسیده. بگذارید این مسیر را با هم آغاز کنیم و با هم ادامه بدهیم.